باورت میشه که با یه پیراهن یه کاپشن درو دوختم؟ ممنون میشم ویدیو رو لایکش کنید، چون با این ویدیو میتونی برای خودت کاپشن بدوزی. فقط 1.30 متر پارچه کاپشنی خریدم که خودش پشم شیشه داره. اینم که همون پیراهنه. مانتو یا کاپشنی که باهاش راحتی رو به عنوان الگو استفاده میکنی. اینم که یه صابون معمولیه. که دیدی اگه مانتو رو اینجوری روی پارچه بذاری، قسمت بالاش رو میتونی به عنوان آستین استفاده کنی که تو مصرف پارچه خیلی صرفه جویی میشه. نحوه الگو درآوردن با مانتو رو قبلا براتون گذاشتم، حتما ببینید و قبل از برش سرشونه جلو و پشت رو و همینطور از زیر بغل تا پایین با هم مقایسه کنید و بعد برش بزنید. پایین پیراهن رو برای بالا تنه برش زدم. آستین رو هم استفاده میکنیم، فقط این مچ‌ها رو جدا میکنیم. آستین پیراهن رو میذاریم روی پارچه کاپشنی و برش میزنیم. آستین اول مچ و بعد از بالا تا پایین یک سره بدوزی و بعد اینجوری داخل هم میکنید. روی بالا تنه دو تا پهلوها و سرشونه هر دو پارچه رو جداگانه بدوزید و روی همدیگه قرار بدید و سنجاق بزنید تا حرکت نکنه. آستین رو داخل حلقه قرار میدید و مثل یه مانتوی معمولی میدوزید. آموزش کامل دوخت آستین رو قبلا براتون گذاشتم، ببینید. طرف حلقه اضافات دوخت داره که با همون جنس پارچه نواردوزی میکنم. کاپشنی دروتون رو وصل میکنید، چک میکنید که تاب نداشته باشه، بالا پایین نباشه و بعد میدوزید. پایه معمولی شخم میکنم و بعد از دوخت زیپ یه نوار روی همون قسمت دوخت میدوزم و بعد نوار رو برمیگردونید سنجاق یا دوخت میزنید که کارتون خیلی تمیز دوخته بشه. مثلا این نوار رنگی روی پارچه ساده دیده بشه. اگه شما نمیخواین، اول باید زیپ رو روی پارچه ساده بدوزید. در انتها با همون روش قسمت پایین کاپشن رو نواردوزی میکنید. اگه به خیاطی آسان و ترفنداش علاقه داری، توی کامنت ها برام بنویس خیاطی آسان. این ویدیو رو حتما برای دوستات بفرست و برای آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب داشته باش.